اسم این نسل رو گذاشتن جیل الحاجز. shoot one kill two، یه بار گلوله شلیک کن که 2 نفر رو بتونی بکشی. که جاده هایی هست در فلسطین اشغالی که فقط اسرائیلی ها میتونن اونجا برن. یعنی من تابلوهایی رو دیدم که نوشته محل تردد سیاهان. چطوری شما میری شمال نوشته مثلا محل تردد حیوانات وحشی، یه چنین تابلوهایی وجود داشت. یعنی ای سفید پوستی که از این مسیر داری عبور میکنی، اینجا خیلی مواظب باش، یهو دیدی یه سیاه وحشی از اینجا از این جنگل اومد بیرون. و ما در اسرائیل و در فلسطین اشغالی امروز یک نسلی داریم که اسم این نسل رو گذاشتن جیل الحاجز، یعنی کسانی که اینها در ایستگاه‌های بازرسی به دنیا آمدن. اسرائیل یهو عشقش میکشه این منطقه رو نظامی اعلام کنه. این مسیر بلافاصله شما میبینید در ظرف 24 ساعت دورش رو سیم خاردار میکشن، یه ایستگاه بازرسی میذارن. کسی نه حق داره از اینجا بره بیرون، نه کسی حق داره بیاد تو. 14 سال پیش از این منطقه اومده بیرون بره کار کنه، شب برگرده، شب برگشته دیده که این حصار کشیده شد، گفته ببخشید شما حق ندارید. 14 سال بچه‌هاشو ندیده. میگه دخترم 5 ساله بوده، عروس شده، نوه آوردم، اجازه نمیدم من برم تو این منطقه. تو این منطقه یه زنی باردار میشه، موقع زایمانشه، زایشگاه در این منطقه وجود نداره، خودشو میرسونه به چک پوینت یا اون ایستگاه بازرسی، التماس میکنه برای اینی که بره بچه‌شو در خارج از این محدوده در یه زایشگاهی بیمارستانی به دنیا بیاره، بیاد، اجازه بهش نمیدن. و این خانوما توی ایستگاه بازرسی بچه‌شونو به دنیا میارن که هزاران نفر از این بچه‌ها مردن. اونایی که زنده موندند یک نسلی هستن، چیز در حدود 20-25 هزار نفر. چی معروفه؟ جیل الحاجز یعنی نسلی که در ایستگاه بازرسی به دنیا آمده. 24,000 نفر رو در طول 100 روز اینجوری بیرحمانه بکشن، این در هیچ کجای جهان سابقه نداشته، حتی در جنگ جهانی دوم که همینها خودشون رو قربانی اون میدونن. من تصویری رو میتونم الان به شما نشون بدم، تو موبایل من هست. مال یه سربازه، تیشرت داره، روی تیشرتش یه طرح زن حامله‌ای هست که این علامت‌های هدفگیری روی شکم این زن حامله نقاشی شده و روش نوشته shoot one kill two، یه بار گلوله شلیک کن که 2 نفر رو بتونی بکشی. یعنی به شکم زن حامله بزن، گلوله‌تو حروم نکن. این فرهنگ توحش رژیم آپارتاید اسرائیل.